سونیک بوم. باورم نمیشه قراره تامی آذرخش رو ببینم. اون بازیگر مورد علاقمه. همه فن حریفه، هم زور، هم قدرت داره، هم مایتره، میتونه همه چی رو از زمین بلند کنه. چشماشو دیگه نگو، آدم توشون غرق میشه. هی اونجاشو یادتونه که داشت توسط دزدای دریایی تعقیب میشد ها؟ اسم اون فیلمش چی بود؟ دزدای دریایی نینجا. شک دارم این اسمش باشه. فیلم‌های تامی حرف ندارن اما کارهای قهرمانانش بعضی وقتا غیر واقعی هستن. بی خیال دیگه از اون واقعی تر وقتی تو فیلم کماندوی جهش یافته داشت با یه خرسی رو آب میجنگی. واقعی شما و اینم مراسم افتتاحیه فیلم تامی به همراه لاف شانسی و تضمین میکنن که برآمدگی های تیزش 12% کمتر شده. خب حالا ستاره محبوب شما تامی آذرخش با بازی در فیلم طول پادشاه آذرخش. تامی آره آذرخش. خدای من. همین خوشحاله که اینجاست. اونم چه این آشغال دونه. تامی تو قهرمان مایی. خوش به حالم پس. شاید تو هم یه روزی قهرمان بشه. سلام آقای آذرخش، ما طرفدار دو آتیشه فیلم خیلی خوبه. شاید شما هم بتونید یه روزی قهرمان بشه. شنیدی چی گفت تامی؟ گفت منم میتونم یه روز قهرمان بشم. تو همین الانش هم یه قهرمان. ممنونم. البته بیشتر از اینم ازت انتظاری نمیره. ببخشید دارم رد بشم کنار وایستین. ما اینجا در کنار تامی آذرخشیم، بازیگر درجه 1 و بشردوست و یه نماد مقدس فوق خفن. فوق خفن. تامی آذرخش یه قهرمان تمام عیاره. اون که قهرمان نیست بابا، اون بازیگره. جون مردم واقعی رو نجات نمیده که. تامی آذرخش تو جون منو نجات دادی. وقتی که مریض بودم فقط فیلمای تو به من امید میدادن. اگه اونا نبودن حتما داره فانیو به دار میگفتم. تو یه قهرمان واقعی هستی. خب حالا به یه پیرزنی کمک کرده ها. خب نمیخوام به تصویرتون. حکمت حمله کرده. مرد آزالا و بچه ها همه تو فرار بکنید. منم خودم فرار میکنم. من یه بسته رولت سفارش دادم. تو هر بسته باید 13 تا رولت باشه، نه 12 تا. این یکی به تو مربوط نیست خارپشت. نه که از اون باگده خشکه بده. حالا بهتر شد. چرا همش اینطوری تموم میشه؟ تامی اعتراف میکنه که تحت تاثیر قرار گرفته. شاید تو هم یه روزی بتونی قهرمان بشی آقا. شاکرم، اما تو راست میگی. تامی آذرخش قهرمان نیست، فقط یه بازیگر جذابه که فیلماش در صدر فروش گیشه بلیط فروشی هستن و حتی از اون چیزی که تصورش کنی ثروتمندتر، اما مثل شما دوستان قهرمان نیست. خوشحالم که اینو میشنوم. حالا که حرفش پیشی تامی میتونه چند روزی با شما بچه‌ها وقت بگذرونه. به عنوان بازیگر سبک متد اون عالی عمل میکنه. واقعا عالی شد. مردم دوست دارم با من وقت بگذارن. به خدا نمیدونم تو یه جورایی خب میدونی. خیلی خودخواهم. دقیقاً. و در تیم سونیک جایی برای خودخواه ها وجود نداره. یعنی تیم سونیک و برابکس. البته میخواستم اسم شما رو ببرم بچه‌ها، البته نه به صورت مجزا. به هر حال فکر نکنم بتونی عضو خوبی برای تیم بشی. تق مجبورم اینو بگم چون شما در ندارید. البته یه طورای موزهکه. چی میخوای تامی ها؟ بگو. تو درست میگی. یه قهرمان نباید خودخواه باشه. یه قهرمان باید سخاوتمند باشه. اینم یه هندونه شبیه قیافه تو. امیدوارم که خوشت بیاد. خب حالا میتونم شما رو تو ماجراجوییاتون همراهی کنم. خب حالا میتونم شما رو در ماجراجویی‌هاتون دنبال کنم. نمیدونستم اینجا یه بخش VIP هم داره. کی گفته داره؟ بفرمایید اینجا آقای آذرخش. وای اون دیگه برای ما چشماشو خمار نمیکنه. وقتی که با تامی آذرخش همراهید بهترین رفتارا رو میبینید. وای این بشقابا انقدر تمیزن که اشتهاتو زیاد میکنه. ممنونم که ما رو آوردی اینجا تامی. این لطف تو فراموش نمیکنم. خواهش میشه. حالا بی خیال طرفازی دوست سنید مشکلش چیه؟ همین الان داشتم با خودم فکر میکردم که بهتره یه فرصتی به تامی بدی. بذار یه چند روزی باهات باشی. اما اون خیلی حقه بازه. فقط یه دهاتی فقیر خوشش میاد با اون بگرده. بله درسته. اما تو نبودی
نبودی که میگفتی چقدر فیلماش غیر واقعیان؟ این فرصتی توی که اون مشکل رو حل کنی تا اون بالاخره بفهمه چطور توی فیلم به بقیه نشون بده قهرمان باشه بودن بهش یعنی چی. فرصت دیگه میدم. حالا اگه مشکلی نیست باید برم از شر یه هندونه فاسد شبیه به کله خودم خلاص شم. مطمئن باش پشیمون نمیشی. تامی برای یاد گرفتن کارهای قهرمانانه خیلی هیجان زده. باشه تو فقط سعی کن سر رام زیاد نپلکی باشه. اصلا حضور منو حس میکنی؟ روال کار چجوری هست؟ شبا کی میخوابی؟ چه ساعتی بیدار میشه؟ تا حالا اشکنه خوردی؟ اصلا اشکنه چی هست؟ نه واقعا خیلی خسته کننده است. همش شخص رو مخی باید دنبالت باشه. خب ببخشید. منظورم تامیه دیگه. میدونی بعضی مردم نمیدونن که ما قهرمانو باید بسی خود یه بادی و کلمون بخوره. واه. یه سرقت تو روستا داره اتفاق میفته. میتونین تصورشی کنی که چقدر با اینا پول به جیب میزنیم؟ اصل جنسه. بگو ببینم اینجا چی داریم؟ راستای دوز با بار اضافی آره؟ برای بچه ها وقت کاره. تامی لطفا تو دخالت نکن. تیز یه دسته برسون. قهرمانا اینطوری هن دیگه. کات عالی بود. مشکلی نیست برای برداشت دوم یه توصیه بکنم. چند تایی دارم که اگه عملی بشه صحنه رو میتره کنه. نمیشه که وسط دعوا بگی کات آخه. مشکلی نیست. اگه تامی از رقص میخواد از نظر ما هیچ اشکالی مشکلی نداره. خیلی خوب شما تو همین حلقه مثل چند لحظه پیش بمونید و تامی به همین خوشمزگی و سادگی تناب رو میندازه دورتون. به همین سادگی. ستاره سینما تامی آذرخش تک نفره این رازدنای مزدور رو شکست داد به افتخارش. همش کار خودم بود. مشاورم، مدیر برنامه‌ام، حمالم و اون زردنبویی که اونجاست کمک زیادی بهم کردن. فکر کنم منو میگه. و گل سرسبدشون سونیک. اون کسی که به من یاد چطور باید یه قهرمان واقعی که الان دارید میبینید باشم. اخ که تو چقدر خفنی. تق تق. هنوزم دری نیست؟ چی میخوای تامی؟ فقط میخوام ازت تشکر برای اینکه به تامی یاد دادی چطور مثل یه قهرمان واقعی فکر و عمل بکنه. حالا هم تامی کل داستانشو مثل آب خوردن یه فهمید. لحظه صبر کن ببینم. نکنه تو فکر کردی که واقعا خودتون دزدار گرفتی آره؟ تامی فهمید جریانت چه قراره. تو حسادت میکنی. خب اگه منم جای تو بودم حسادت میکردم. چه میگه با من اصلا حسود نیستم. تامی وقت جر و بحث نداره. برای حضورش یه نمایش تلویزیونی دیر کرده. تامی آذرخش تمام. خب تامی برامون در مورد نبرد طاقت فرسا با اون انگلای جامعه بگو. منظورم ماجرمینه. بله تامی یه نگاهی بهشون کرد و دید که اونا 50 نفر از چشاشون آتش میباریدن و تامی بهشون گفت که امروز روز شما نیست. همینی که هست. هیچکی حریفم نیست. سر به سرمون نسار. تازه فراموش کردم که بگم اونا بمب هسته‌ای اجماع شیرین خارون امشب نگاه کن. انگاری تو برای هر چیزی آماده. حتی برای اون دکتر کله تخم مرغه. 1000 تا کله تخم مرغ حریفم نمیشن. شنیدی چی گفتم دکتر؟ تامی آذرخش بهت هشدار میده. خب اینم از اسونم. حالا باید برم واسه خودم شلوارمو بپوشم. بله همینه دیگه. هی با هم صادق باش. تامی پشت دوربین جذابه. آره اون پشت تقلبی ها کمک بزرگی هستن. خب در خدمت تامی جرقه هستیم. سوپر استار معروف و کسی که به احساسات لطمه میزنه. هی مالکام بعدم به زنگ میزنم. هی کله تخم مرغی بزرگوار. اون چیزایی رو که تامی گفت زیاد جدی نگیر. همش بخشی از نمایش بود. به نکته جالبی اشاره کردی. خیلی خوب ربات بزن و نابودش کن ببینم. مادر جان من یه قهرمان واقعی نیستم. من فقط یه بازیگرم از اون درجه کاش. با این حال اسمم واقعا تامی آذرخش نیست. اسمم آروین فردلمایستره. خب آروین حالا که اینطور شد
مگه ربات نابودگر چه کارت کرده بود؟ غیر از این که میخواست نابودت کنه. شانس آوردی که شیرینی هم آماده شدن. کار دارم باید برم. ما همین الان وارد صحنه شدیم. نبردی حساس بین تامی آذرخش و اگمن در بین بود. بذارید ببینم این شاهد در مورد قهرمان بازی تامی چی میگه. در این نبرد چه واکنشی نشون میده؟ تامی واقعا باید بگم که عالی بود. این تامی عالیه. بله درست میگه، همه اینا کار تامی بود و حالا که یادگیری فنون قهرمانیش تموم شده آماده است که پیچیده و ظریف‌ترین عملکردش در فیلم جدیدش به نام هجوم مورچه‌های غول‌پیکر فضایی برای عموم مردم به نمایش بذاره. سونیک، تو واقعا برای اعتبار تامی بین مردم زحمت کشیدی. کارت بیپاداش نمیمونه. عاشق صدف خوراکی اینجا میشید بچه. ما برای بخش VIP اومدیم. آره درسته، هیچ وقت هم نداشتیم. حق با توه. میدونستم.